اگر خواهد که برای پایگاه قهرمانی مبارزه رو ادامه بدهد پس حتما در این بازی پیروزی به دست بیارد. هیئت اولیه دسته با ما و شما نشان داده می شود. هیئت اولیه دسته استقلال است. در روی اکران ما و شما بیاید با ناشناس می شویم. در دروازه رقم 78 دنیس کونی است، رقم 8 الکسی شبتون، شمیربک جورابویف، 17 احسان پنجشنبه و 10 علیشیر جلیلوف. رستم سویرف در خط حمله است، رقم 9 همراه با محمد جان رحیموف، 14 اسلامبک اسحاق و محمد اقبال دولتوف 17. اینجا با صدای اشتکی داور بازی رسما شروع می شود. حمله‌وران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش باشد. رقم 70 محمد شویف. گزارش دیگر، ضربه به سمت دروازه، تو بار میگردد. یک فرصت دیگر، ضربه و این حالت نیست، تو به دروازه وارد نشد. محمد جان رحیموف اینجا اشاره میکند که با حمله پیوست می شود همراه با علیشیر جلیلوف و اینجا اگر حمله جلیلوف با زمین سول بکنور شیروانی محمد شویف حرکت‌های او گونه‌ای ضربه زنی داده نشد. باز محمد شویف ضربه و تو برسش به ستون دروازه از میدان بیرون می شود. از حالت‌ها دروازه‌بان از پرتوفتو استفاده می‌بره، یعنی پرتوفتو رو برطرف می‌کند. اینجا امکانیت برای دسته استقلال. ضربه از مسافت دور با سمت دروازه بود از جانب وایسیدین سفاروف. این گونه رستم سویرف حمله دسته استقلال رو ادامه می‌دهد. سلام انجام داده شد و اینجا ضربه جریمه‌ای است. بله، کارت سرخ با بازیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش انجام می‌دهد. دفاعگر دسته ارتش حمله دست، ضربه به سمت دروازه و پرنس کوبلا توپ رو باز هم با دست داشته میگیره. شیروانی محمد شویف حمله نوبتی امکانیت هست، پس انجام داده می شود. ضربه درست اینجا نزد. احسان پنجشنبه فرصت خیلی خوبی گلزنی. پرتافت سفاروف با داخل جریمه، گل امکانیت و گل. ارتش مشکل می شود و وضعیت که با وجود آمد امکانیت که فراهم گشت البته دفاعگران بود. کرامت الله زاده، احسان احسان برحیموف، پس به داخل جریمه، گل. ضربه با سر و توپ از پهلوی دروازه حرکت کرده از میدان بیرون می شود. اما آخرین نقطه گذاشته نمی شود. ببینید قریب بود که این نقطه گذاشته می شد، اما دفاعگر دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش شروع میکنیم. در دروازه پرنس کوبلا است. جانب شریپوف دفاعگر رقم 7 را رجیم می‌کند برای دسته استقلال. ارسال انجام داده می شود. ضربه اما چندان ضربه خوب نبود. دو نفر ولی نوبت دسته استقلال توپ در دایره رستم سویرف است. از بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش گذشت، پس هم انجام داده می شود. با سوی چرخی ضربه می‌زند و گل. علیشیر جلیلوف چگونه گل زیبا را مربوط نام خویش می‌کند. گل زیبا بود در اجرای علیشیر جلیلوف. ببینید چگونه توپ را قبول کرد، چرخش کرد و ضربه زد. رستم سویرف حمله را توسط کمر چپ ادامه داد، پس به احسان پنجشنبه بود. در اول احسان پنجشنبه ضربه زد. ضربه جریمه‌ای است به نفع کلوب مرکزی ورزش ارتش. پرتافت وایسیدین سفاروف با داخل جریمه، گل و قریب بود که خود بازیگر دسته استقلال توپ را به دروازه دستش وارد کند. یک ضربه دیگر به سمت دروازه و باز هم دور و در موقع خود در جدول باقی میماند. ضربه و چگونه گل بود که ما از جانب امیربک جورابویف در دقیقه 68 رقابت دیدیم. واقعا هم این گونه ضربه ها کم بودند از جانب بازیگران دسته استقلال. استقلال در حمله هستند. پرتو با داخل جریمه، گل. شهرام سمیف ضربه او و کمی بلندتر تو برکت حمله پیوست می شود. دلیل شریف فلکه در داخل جریمه، گل. از با شیروانی محمد شویف در داخل جریمه، گل. بازیگر استقلال هفت علیشیر جلیلوف بود. اما وحدت حنونوف، پس به شهرام سمیف ضربه به سمت دروازه و توپ از میدان بیرون می شود. گوی دستش یک حمله دیگر برای بازیگران دسته استقلال. امکانیت نوبتی است برای برتری دادن افزایش دادن برتری خود. ضربه و گل. حساب 3-1 می شود. در دقیقه 5 اعلام کرده داور که دقیقه آخری اعلام کرده داور هم هست. تبریز اسلاموف موفق می شود که توپ را به دروازه پرنس کوبلا وارد کند. در دقیقه از یافت اینجا یک دفاعگر بوده است. جرارد بکنده بیلونگ ضربه اول رو بر پرنس کوبلا برگرداند که از جانب علیشیر جلیلوف انجام داده شد. اما بعدا چیکار کند؟ خود دروازه‌بان چی کار کرده میتواند در همین حالت؟
و با این ترتیب دوستان عزیز و ارجمند، دسته استقلال در دربی شهر دوشنبه در قسم اول با وجود آنکه که شماره کم داشتند ارتشی ها توانستند نیمه اول رو با برتری به انجام برسانند. مونس با انجام رسد. فردوس عظیم زاده بودم که این رقابت رو تا با آخر با شما تماشا کردم و واقعا هم بازی جالب بود. دیدنی را دسته ها به راه ماندند. دیدم امور رقابت است و در همینجا با شما خیر خوش میکنم. سلامت و موفق باشید و شبکه تلویزیونی ورزش رو پیگیری کنید. خیر.